چیکار کرد کامیاب است، فلانی چرا ناکام است، چیکار کرد ناکام است، اون جوان برای چی معتاد هست، یا اون جوان برای چی لباش برته کرده است، نمیدونم با سوزن دارو و کیمچی و لبا، یعنی دهشتناک کرده است خود رو. پیروی از کیم کی؟ او کجا میروی تو با این لبهایت؟ فردا در قبر نمیغنجی. اونجا پرسیج دارند. حتی حالا ببینید خالزنی و اون چی میگویند، اون نقش نگاره که در دست در بدن حرام است. پروردگار این جسم رو برای تو امانت دادگی هست، این جسم امانت است. حالا چی کسی را بزنید یا خود را بزنید حرام است. کسی رو ظلم کنید یا به خود ظلم کنید، هر دوش گناهش برابر است. این معنی رو ندارد که هر انسانی اختیار داشته باشد در جسمش که یک گوشش رو ببرد یا که نیمی گوشش رو ببرد، یا اینکه بینیش رو تغییر بده. او پروردگار به بهترین شکل خلق کرده است، در هر شکلی که نباشد. استعد بالله ولقد کرمنا بنی آدم. ما انسان قطع نظر از ایمان اعتقادش قبل از همه همچون فرزند آدم، همچون انسان میگوید ما انسان رو محترم و مکرم آفریدیم. این انسان مکرم و محترم هست و تمام موجودات رو در اختیار این دادگی هستیم، باید با راه حلال استفاده کند. این جسم امانتی اون انسان هست و حق ندارد که چلیکش ببرد یا که پایش ببرد یا که دیگه بی ضرورت، اگر برای توبت حال دیگر گپ است، اون دیگر مسئله است، یا که لبش رو نمیدونم چی میگوین مثل مرغاوی کیم چی خیلی. یعنی بعضی شکلشون بعضی دخترها رو میبینید از برای خدا دهشت است، میبینید میترسید. لنجو رو نمیدونم کیم چی خیلی میکنن، 4-5 سال بعد گجا میروی چیکار میکنی با این شکلت؟ همونایی که کردن پشیمان شدن نمیدونن چیکار کنن، اینو کرده ای شدن. و انسان عاقل باید یک بار بپرسد که همین لوا را برته میکند، نمیدونم چی بگیم دیگر. یا چیزی نوی هست که اولو نام ندارد، باید که فرهنگی و زبانشناسا باید نامگذاری کنند، ببینند بسنجن که اولو کردگی ها چی شدن، کردگی ها چی شدن که من میکنم، اگر میکنم زیان میبینم یا فایده میبینم. و خداوند عزوجل در بهترین شکل آفریده است، فی احسن تقویم میگوید پروردگار انسان رو در بهترین قالب آفریدمت. میگوید ای انسان خود زیباترین باشد، خود بدروترین باشد، بیزیبترین باشد، فرق نمیکند. و این شکل اعتبار ندارد. چشم چگونه است، بینی چگونه است، چهره چگونه است، قد و قامت چگونه است، برای انسان این مهم نیست. چرا که